من همه چیز را از دست دادم. پول، وقت، امید و بدترین قسمتش این است که من فکر می کردم درست پیش میرم، اما اشتباه می کردم. 2 سال تمام مثل دیوانه ها کار کردم. فکر می کردم اگر بیشتر کار کنم برنده می شوم، اما هرچی بیشتر تلاش می کردم زندگیم بدتر می شد، تا جایی که یک روز به خودم گفتم شاید اصلا ما به این کار ساخته نشدیم. آن روز تصمیم گرفتم همه چیز را رها کنم، اما دقیقا همان روز چیزی اتفاق افتاد که انتظارش را نداشتم. یک جمله ساده از یک شخص که گفت تو خسته نیستی، تو فقط اشتباه بازی میکنی. اول خندیدم، گفتم تو چی میفهمی از زندگی من؟ اما او چیزی گفت که من سکوت کردم. اگر در بازی اشتباه باشی حتی بهترین بازیکن هم میبازد. آن لحظه یک چیز در ذهنم شکست. شروع کردم همه چیز را بررسی کردم و فهمیدم من زیاد کار میکردم ولی روی چیزهای اشتباه. من زیاد تلاش میکردم ولی بدون هدف. درست من دنبال نتیجه بودم، نه مسیر درست. این حقیقت درد داشت. بعد همه چیز را تغییر دادم. نه بیشتر کار کردم بلکه هوشمندانه کار کردم. یک هدف، یک مسیر، حذف همه چیزهای اضافی. و عجیب بود، هرچی کمتر کار میکردم نتیجه بیشتر میشد. 3 ماه بعد هر چیزی که در 2 سال نتوانسته بودم بسازم شروع کرد به رشد کردن. نه به خاطر انگیزه، نه به خاطر شانس، بلکه به خاطر این که از بازی اشتباه بیرون آمدم. حالا یک چیز میدانم، بزرگترین مشکل مردم تنبلی نیست، بلکه این است که سالها در بازی اشتباه تلاش میکنند و فکر میکنند شکست خوردند. اگر مفید بود برای ویدیوهای بیشتر سابسکرایب کن.